سلام علیکم دوستای عزیز برادرای گرامی. این حالا باشد من در بازار نوروزی ویرجینیا هستم که امروز مردم مالش آورده در اینجا فروخته شده. این خانم کتاب‌های کودکانه با زبان انگلیسی انتشار کرده هستن. مؤلف هستن. خوب نامتون رو میگفتید کی هستید؟ معرفی میکردید؟ من نازیلا فتحی هستم، خبرنگار و نویسنده و کتاب رازی، ابیسینا، کوروش و یک کتاب راجع به ملکه ساسانی و یک فرمانده زن ایرانی نوشتم. بسیار تشکر زیاد. این همین کتابایی که میبینه همش مؤلفی همین خانم هستن. تشکر میگیم به اون خانم که برای کودکان بسیار کاری ماندگار میکنن، تاریخی. ما نیز بسیار هم شاد شدیم. نوروزتون مبارک باشد. عید شما مبارک. سلامت و بردم باشید.